آیا قراره یکی از بزرگترین اکتشافات تاریخ دنیا در کشور ترکیه انجام بشه؟ سالهاست که شایعات زیادی وجود دارن که میگن بقایای کشتی حضرت نوح در محلی نزدیکی کوه آرارات پیدا شده. در حالی که همه دنیا منتظرن تا این جریان سرانجام پیدا کنه، به نظر میاد که عده‌ای هم هستن که نمیخوان این حقیقت روشن بشه. آیا واقعاً یه عده دارن سعی میکنن تا عمدن جلوی این کشف که قراره به نفع ترکیه باشه رو بگیرن؟ هرچی که تا الان درباره این موضوع میدونستین رو فراموش کنین، چون قراره چیزای جالبی براتون بگم. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. برای حمایت از ما هم کافیه این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه روزنامه معروف انگلیسی دیلی استار خبری چاپ کرده که معلوم میکنه کاسه زیر نیم کاسه است. طبق این خبر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی CIA داره واقعیت باور نکردنی که مربوط به کوه آرارات هست رو از همه دنیا پنهان میکنه. واقعیت‌های جالبی درباره کشتی حضرت نوح که تو خیلی از ادیان ازش صحبت شده وجود داره. تقریبا همه از این کشف خبردار هستن، ولی مراحل این کشف هنوز کامل نشده. از یه طرف تحقیقات کافی در این هیته انجام نشده، از طرف دیگه هم این شایعات وجود داره که به خاطر بعضی چیزها حقایق به طور کامل روشن نشده. جلوتر میخوام براتون جزئیاتی رو بگم که طبق تحقیقات نهایی به دست اومده و در آینده نزدیک قراره سر و صدا بپا کنه. این وضعیت احتمالاً به نفع ترکیه است. فقط قبلش بیاین یکم درباره کشتی حضرت نوح بدونیم. طوفان حضرت نوح اتفاقی باور نکردنیه که هزاران سال پیش اتفاق افتاده و در 3 کتاب مقدس آسمانی و لوحه‌های سومری و حتی حماسه گیلگمش هم به این اتفاق اشاره شده. قومی که از راه خدا منحرف میشن و به پایان راه رسیده بودن و پیامبرشون هم حضرت نوح بود. در اون دوران بعد از مرگ افراد مهم مجسمه‌ای به رسم یاد بود برای اون شخص ساخته میشد، ولی با گذشت زمان دیدگاه مردم نسبت به این مجسمه ها عوض میشه و مردم این مجسمه ها رو به عنوان بت‌های مقدس و خدا پرستش میکنن. ثروتمندان در حق فقرا ظلم میکنن و انواع بی‌عدالتی ها بیداد میکنه. خداوند حضرت نوح رو میفرسته تا قوم خودش رو به راه راست هدایت کنه. در آیه 14 سوره عنکبوت گفته شده که حضرت نوح 950 سال عمر کرده. حضرت نوح قومش رو از پرستش بت‌ها نهی میکنه و اونها رو به پرستش خدا دعوت میکنه. بهشون میگه اگه همچنان به بت پرستی ادامه بدن بلای بزرگی بر اونها نازل میشه، ولی اونها بدون توجه به نهی کردنهای حضرت نوح همچنان به انحراف خودشون ادامه میدن. بعد خداوند به حضرت نوح خبر میده که قوم بت پرستش قراره به هلاکت برسن و اون و مؤمنان از یه بلای قریب الوقوع نجات پیدا کنن. خداوند از حضرت نوح میخواد که یک کشتی بسازه و به این ترتیب حضرت نوح شروع به ساختن کشتی خودش میکنه. کشتی بعد از کامل شدن حدود 137 متر طول، حدود 23 متر عرض و حدود 14 متر ارتفاع داشته. دیگه زمان سوار شدن به کشتی بوده. از هر نوع حیوانی یه جفت به همراه مؤمنان سوار کشتی میشن. طوفان بزرگ شروع میشه و سطح آب بالا میاد. حضرت نوح و مؤمنان همراه حیوانات سوار بر کشتی از این طوفان بزرگ که هفته ها طول میکشه نجات پیدا میکنن. هزاران سال از این طوفان میگذره. در قرآن کریم اومده که کشتی بعد از فرونشستن طوفان بزرگ بالای کوه جودی به خاک میشینه، ولی اطلاعات زیادی درباره کوه جودی وجود نداره و فقط میدونیم که این اسم یه اسم خاصه و گفته میشه احتمالاً این کلمه یه صفته. این کلمه در زبان عربی به معنی حاصلخیز، سخاوتمند و نیکوه. از این دیدگاه میشه گفت که احتمالاً کوه جودی جایی حاصلخیز و پربرکت بوده که حیوانات بعد از طوفان نوح در این مکان تغذیه و زاد و ولد میکنن. در حال حاضر بیش از 190 ساله که دانشمندان دارن درباره جایی که کشتی حضرت نوح به خاک نشسته تحقیق میکنن. این باور وجود داره که احتمالاً کشتی در نزدیکی کوه آرارات به خاک نشسته. با توجه به گفته‌های کتاب تورات کشتی در نزدیکی کوههای آرارات به خاک نشسته و با توجه به اینکه رشته کوه آرارات طولانیه و منطقه وسیعی رو در بر میگیره و احتمالاً کوه جودی هم جزء این رشته کوه بوده و بین متن قرآن و گفته‌های تورات هم همپوشانی وجود داره. سالهاست که میگن بقایای کشتی حضرت نوح جایی که خیلی شبیه مکانیه که در نزدیکی کوه آرارات قرار داره. در قرآن ذکر شده که کشتی روی کوه جودی به خاک نشسته. هزاران سال از این ماجرا گذشته. اینکه در این مدت چه بلایی سر کشتی اومده معلوم نیست. شاید بعد از تموم شدن طوفان عده‌ای این کشتی رو از اون نقطه جابجا کردن. هنوز این مسئله
مثل یه راز بزرگ باقی مونده. شاید این راز بزرگ با کشفی که کنار این کوه انجام شده آشکار شده. موضوع رفته رفته داره عجیب‌تر میشه. حقایقی که از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به دست اومده واقعا جالبه. در این اسناد که با درخواست پروفسور آمریکایی پارچر تیلور منتشر شد، نیروی هوایی آمریکا از اشیاء مرموزی صحبت کرد که یه هواپیمای جاسوسی آمریکا موقع پرواز به سمت شوروی در سال 1957 در کوه آرارات دیده بود. این چیز مرموزی که نیروی هوایی آمریکا دربارش صحبت کرده بود، احتمالاً همون بقایای کشتی حضرت نوح. طبق خبر روزنامه انگلیسی دیلی استار، سالها بعد از این پرواز سازمان سیا واسه پیدا کردن کشتی نوح در کوه آرارات دست به کار شد، ولی هرچی که پیدا کردن در اسناد بهش اشاره‌ای نشده. 2 سال بعد از اون پرواز در سال 1959 ایلهان دروپینار، کارشناس و متخصص نقشه‌نگاری که در اداره کل نقشه‌برداری کار می‌کرد، موفق به کشف این بقایا شد. 9 ماه بعد از انتشار خبر این اکتشاف در روزنامه‌ها و مجلات داخلی، تعدادی از دانشمندان و محققان آمریکایی که توسط چند تا کلیسا و 3 تاجر اروپایی حمایت مالی می‌شدند، از وزارت دفاع ترکیه مجوز تحقیق روی کشتی حضرت نوح رو گرفتن و به دوقو بایزید اومدن. بعد از انجام یک سری مطالعات طولانی، تیم تحقیقاتی آمریکایی گزارشی 8 صفحه‌ای تهیه کرد، ولی به ایلهان دروپینار فقط یک گزارش نیم صفحه‌ای قلابی داد و همراه با نتایج پنهانی تحقیقات و آزمایش‌ها به آمریکا برگشتند. بنا به گفته ایلهان دروپینار، آمریکایی‌ها دارن چیزی رو ازشون پنهان میکنن. در واقع هرچی بود بعد از این قضیه اتفاق افتاد. بعد از اینکه محققان آمریکایی اعلام کردند که موفق به پیدا کردن کشتی حضرت نوح نشدن، یهویی یه عده‌ای به طور غیرمنتظره و مشکوکی به این منطقه علاقه‌مند شدند. اولین ابراز علاقه هم از طرف والت دیزنی بود که نامه‌ای واسه ایلهان دروپینار فرستاد. نوشته‌های توی نامه باعث حیرت و تعجب شد. والت دیزنی انگار که از چیزی خبر داشته باشه، خطاب به ایلهان دروپینار نوشته بود که علاقه‌منده تا مبلغ 50 میلیون دلار در دوقو بایزید سرمایه گذاری کنه و یه پارک تفریحی و چند تا فرودگاه بسازه. ترتیبی بدن تا با مقامات کشور ملاقاتی داشته باشه. در حال حاضر پارک‌های تفریحی والت دیزنی در بعضی کشورها عامل مهمی واسه جذب توریست و درآمدزایی، ولی به خاطر شرایط سیاسی و اجتماعی اون زمان دولت ترکیه از رؤیای والت دیزنی استقبال نکرد و این پروژه سر نگرفت. مدتی نگذشته بود که عکاس معروف ترکیه‌ای آرا گولر واسه اولین بار از بقایای کشتی حضرت نوح عکاسی کرد. اندازه‌های کشتی دقیقاً با اون چیزی که تو تورات و انجیل اومده بود مطابقت داشت. ترکیه به موضوع کشتی حضرت نوح علاقه‌ای نشون نداد، ولی کشورهای دیگه مشتاقانه از این موضوع استقبال کردند. محققان از همه جای دنیا به ترکیه اومدن. حتی گروهی هم از هنگ کنگ اومدن و یه سری تحقیقات مخفیانه انجام دادن و حتی یه سری اشیا رو به صورت قاچاق به کشور خودشون بردن و اونجا به عنوان بقایای کشتی نوح به نمایش گذاشتن. نکته جالب دیگه هم این که در دهه 1970 یکی از فضانوردهایی که واسه اولین بار به ماه رفته بود، یعنی جیمز اروین از تیم آپولو 15 واسه دیدن بقایای این کشتی به کوه آرارات رفت. علت علاقش به کوه آرارات رو هم دیدن این بقایا از فضا عنوان کرد. ورود این فضانورد به اطلاع وزارت کشور ترکیه رسید. وزارت کشور ترکیه هم دستور داد که این فضانورد رو زیر نظر بگیرن، ولی هرچی بود این فضانورد چند بار به این محل اومد و بعد از چند بار صعود از این کوه در سال 1985 به همراه دوستش جان مکینتاش به اسارت گروه PKK در اومد. این فضانورد بعد از آزاد شدن درباره اتفاقاتی که در مدت اسارت به اون گذشته بود چیزی نگفت. تحقیقاتی که تا به امروز انجام شدن بی‌نتیجه بودن، چون دولت ترکیه به هیچ گروه تحقیقاتی اجازه حفاری نداده. ولی بعدش داده‌هایی به دست اومد که چیزهای زیادی رو روشن و ثابت کرد. گروهی از دانشمندان نیوزلندی به این منطقه اومدن و سیگنال‌هایی به زیر زمین فرستادن و با داده‌هایی که در نتیجه یه مطالعه 3 ساله جمع کرده بودن، یه تصویر 3 بعدی طراحی کردن. نظر دادن درباره شباهت کشتی حضرت نوح به این تصویر 3 بعدی که چند ماه پیش واسه اولین بار در اختیار خبرگزاری آناتولی قرار گرفته رو به خودتون واگذار می‌کنم. آقای جیم سرتسن از زمان شروع اولین اکتشافات درباره این کشتی روی جزئیات سری و شگفت‌انگیز این کشتی تحقیق کرده و مستندی ساخته که 22 سال طول کشیده که احتمالاً به زودی بعد از پخش شدن سر و صدای زیادی به پا کنه.
چون کتاب و مستند افسانه‌ای که آقای سرتسن درباره این کشتی آماده کرده قراره به چندین زبان مختلف چاپ و پخش بشه. اگه 100% ثابت بشه که این بقایای باقی مونده همون کشتی حضرت نوح، منطقه‌ای که این کشتی درش مدفون شده و برای خیلی ها بسیار ارزشمنده، به یه مکان مهم تبدیل میشه. این موضوع واسه کشور ترکیه هم خیلی مهمه. این کشتی که واسه خیلی از ادیان و جوامع حائز اهمیته، ممکنه در حال حاضر داخل مرزهای کشور ترکیه باشه، ولی از یه طرف هم این کشور ممکنه با خطر رانش زمین مواجه بشه. امیدواریم که این موضوع رو مقامات کشور ترکیه جدی بگیرن تا کشور ترکیه به تاریخ نپیونده. خیلی ممنون که این ویدئو رو تا آخر تماشا کردید.